سلام، خوش اومدیم به اولین ویدیوی کانال. خب داشتم براتون میگفتم خوش اومدیم به اولین ویدیوی کانال. به نظرتون اولین ویدیوی کانال قرار درباره چی باشه؟ فقط قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، خب این خوشگل ناناسو بزن روش. تمام. خب سلام دوباره دوستان. ببینید این بازی که همکنون مشاهده میکنیم بازی توروپیکا هستش. این بازی بیشتر توی کامپیوترها و پیسی ها بودش، ولی خب تا سال 2021 سال 2021 نسخه پیسی از خودش منتشر بخشی نسخه موبایل منتشر میکنه که پشم و پیلای خیلی میریزه. این بازی در سبک استراتژیک هستش تقریبا و مدیریتی و شما باید سعی کنید که یک کشور داشته باشید. ما این قرار بررسی امروزی بودیم که اگه دوست داشته باشید حتما نسخه عادیش، این بخش منظورم اینه که نسخه اصلیش که همین نسخه اصلیش رو براتون گیم پلیش میذاریم. آره این پایین سطح گزینه هستش که پایین بخش سطح گزینه نیست، خیلی گزینه هستش که امروز قراره به خاطر اینکه میخوام بررسی کنیم. من چون قبل اینکه بازی کردم قراره اینو نیو گیم بریم و فقط قرار بهتون نشون بدم بازی رو که یک خلاصه خب دوستان قسمتی مشاهده میکنیم. ما رفت زدیم روی گیم که همچین نسخه قسمت اول توتالیال که ما توتالیال نمیتونم بگیم از دست که کلن هیچی. این قسمت چمپیون هستش که چمپیون زیاد به درد نمیخوره چون یه حالت DLC توری چمپیونی داره و قسمت پایین آخر سندباکس ما قرار برای بررسی ببینیم سندباکس نسخه سندباکسش رو خب دوستان این قسمت اول که میتونین مپتون کلا این قسمت که مپای خود بازی یه مپایی داره، مپایی که دیفیکالتی مختلفی داره یا خودتون هم میتونین یه مپ بسازین. ما امروز میخوایم خودمون یک مپ بسازیم. آره بزن بریم. ولی اینا بگم دوستان مپای خود بازی هم آنچنان مپایی نیستن که بد بشن. خب دوستان تو لودینگ هستیم. قبل اینکه بریم مپ خودمون بسازیم اینم بگم که آقا اون دکمه سابسکرایب چرا نمیزنی؟ تو خجالت نمیکشی؟ تایم هم یه چک بزنی. خب دوستان این قسمتی هستش که میتونیم مپتون رو باشه بزنیم دیفیکالتی و اینا رو دیفیکالتی مپتون تاثیر میذارم. قسمت اول که آیلند سایزه که همینطور مشاهده میکنیم. قسمت بعدیش هم مثلا مثل پایین‌ترین قسمت که اسمش جنریت هستش که شکل مپتون رو میاره. این قسمت هم اسمش رو شده که گیم سیتینگ، یعنی شما این قسمت میتونید هر کاری که دلتون میخواد تو بازی انجام بدین و اینکه روی دیفیکالتی خود بازیتون تاثیراتی میذاره یا منفی یا مثبت. که مثلا یکی از توریست که مثلا توریست میتونین یک حرکت بزنین که توریست بیشه به کشورتون بیاد دیفیکالتی درصدش میاره پایین‌تر و آره میتونین هم بازی به خودتون سخت‌تر کنین هم آسون. مثلا قسمت بعدی مثلا ورد اکونومی هستش که اکونومی خودتون و جهانتون رو میتونین بسازین و اینا. حالا دیگه مثلا همین توریست مثلا بزنین پایین مثلا امکانی که توریست کشورتون کمتر میشه و بازی بهتون سخت‌تر میشه، پس مجبور میشین بیشتر وسایل توریستی بسازین. اینا میگم که برای اومدن توریست کشورتون وسایل توریستی بسازین. آره دوستان حتما هم دوستان نظرتون درباره این بازی توروپیکا بدونم، خودم که عاشقشم. الان تو کامنت ها بگید قسمت های بعدی هم وجود داره که واسه چه ساده میتونیم مثلا بفهمید چیه و اینا. فقط این قسمت که مثلا درباره فکشن هستش، مثلا شما میتونید یه فکشن رو به عنوان مثلا بهترین فکشن یا مثلا پرومیت ترین فکشن یا مثلا فکشن که بهش کمک میکنید بذارید. قسمتی که ازش گذاشتین رابلو بود که یعنی همون شورشی ها یعنی که فیلی الکترونیک
میرسیم به این قسمت گاد مود که دیفیکالتی دیگه براتون راحت تر میکنه. ما چون میخوایم بررسی بکنیم نمیخوایم گیم بری بزنیم از نمیخوایم سختی بکشیم، پس بزنیم گاد مود باشه که گاد مود هم بی نهایت دیگه. این هم که همون شخصیت ها هست که شما برای بازیتون باید شخصیت یا کریت آواتار بزنید که شخصیت خودتون رو بسازید، یا که نه مثلا همین کاسترو که الان مثلا وجود داره اینا. و اینم بگم هر از این آواتارها یا همین رئیس ها رؤسا یک خوبی یا یک بدی دارند. آره، و اسکیل هایی دارند که در کشور به درد میخورن یا به درد. مثلا پابلو دیابیو خب مثلا یه اسکیل دیدین داره که خوبی یا بد. اما کمونیستا بده، ریسپکتش بده، قبولتش بده. آره دیگه ما با همین رو میخوایم بریم. خب دوستان وارد بازی شدیم، همچنین که مشاهده میکنید. آره و اینکه هر کشوری یا هر جایی که حتی شما مپای دیگه بردارید، اون اول چند تا ساختمون داریم و چیزای مهمی داریم که از همشون مهمتر پلیس یا همون کاخ یا همون مکان زندگی رئیس جمهور یا دیکتاتور یا هر چی حالا میخوایم بهش بگیم. آره مثلا اگه ببینیم از وجود داره مثلا کنار پلیس که الان رو پلیس کلیک کنم بیاین، اونم پلیس هستش که بهتون گفتم مکان زندگی پادشاه یا هر چی دوست داریم بهش بگیم رئیس. این قسمت مهمترین قسمت شما سنی رابلا اگه بشم که حتما باید دفاع کنید چون اگه از بین بیرفت هم گیم بشه. آره و قسمت دیگه هم وجود داره. مثلا شما میتونید آپگریدش کنید، که دیدین زدم رو آپگرید که زوم کردم، الان زوم کردم که میخوام بهتون نشون بدم که آپگرید کردن یه ساختمان مثلا چه چیزی بهش اضافه میکنه. پلیس آنچنان زمان که چیزش آپگرید میکنه چیز اضافه نمیشه، بس دیدین که 3 تا آپگریدی داره. آره فقط مشکل ترش میکنه و اینا. همونطور که مشاهده میکنین الان من 2 تاشو آپگرید کردم و اینکه بازی هم پاز هستش بهتون بگم و خواهم سومی براتون آپگرید کنم که اونجا همون پرزنت یا همون رئیس میذاره که اینا آپگرید کردم. و قسمت بعدی هم که مشاهده کنید قسمتی هستش که کنار اونا هست نورمال ترینینگ که شما میتونید اینو عوض کنید، اما تصویراتی میذاره که حالا من تصمیم میگیرم همون نورمال ترینینگ که دیدین الان فقط 2 گزینه هست که یکیش اسپشیالشه یکی نورمالشه. همون نورمال باشه به نظر من بهتره. دوستان اینجا هم قسمت ویج هستش، ویج که شما اون مقدار پولی که به اون سربازان میدید برای وایستادن که در هر ساختمون هم شما باید به همون کارکنانشون این مقدار پول بدین. یه قسمت میبینین قرمزی اون به خاطر قدرت یا اسکیلی که همین پابلو دیابولی که ما برداشتیم داره که باعث این میشه که ما ویج کمتری بدیم و خیلی هم خوبه. و آره ویج هم جا کوالیتی تاثیر میذاره. اسم قسمت آخر که مقدار فودشون رو زده، این مقدار فودی که اینجا داره بخشی منظورم اینه که مقدار فودی که داره تامین میشه برای مردم و گاراژ و امنیت و کلن یه چیز خلاصه که اوضاع من که هرچی این بالاتر باشه الان ریسپکتش نسبت به پتون بیشتر میشه. خب بزنیم که خب این قسمتی که الان مشاهده میکنیم که حالت مکان موزه‌ای هست یه قسمتی بود داشت مفهوم جنریت میکردیم میساختیم. اونو اگر بزنید رو دیفیکالتی ایزی به احتمال 100% نمیگم، به احتمال بالا هست. برو مدیوم یا هارد باشه به احتمال بالا نمی باشه که 2 تا گزینه ای داره که حالا میتونیم موزش کنیم یا مکان برداشتن وسایل و اینا. خب بیاین این قسمتی که
برای تجارت دریایی هستش که شما با روابطتون با کشورها بسیار بالا باشه که بتونید از تجارت بسیار خوب پول در بیارید و تجارت قسمت عمده و خیلی زیادی از درآمد شما رو تشکیل میده. پس روابطتون همیشه با کشورها خوب که شما همیشه اون اول بازی به احتمال بالا یکی از اینها دارین. حالا میگه آقا روابط و کشورها کجاست؟ من بهتون میگم این قسمته. اینجا بهتون نشون میده. حالا بخوام دقیق بهتون بگم، قسمتی که یه مجسمه سفید داره و یه کلاه اونجا هستش، این قسمت دوم. در اون قسمت وجود داره که پایین هستش. آره اگه بوم بزنین براتون میاره که این قسمت مهمی هستش که مقدار سالی که شما بودید و حکومت کردید و ریسپکتی که مردم به شما دارن، رابطتون با کشورهای دیگه و که کلا دو کشور تو بازی هستش، یه USA و یه سوئد که اینطور دیگه. که باز خود اینم 3 تا قسمت داره که بهتون هر 3 تاشو توضیح میدم، نگران نباشید. این قسمت اولیه‌اش بودش که باز قسمت بقیه‌اش هم وجود داره که با یه سرچ سادگی گوگلی شما ترجمه میتونید بکنیدش. خب این قسمتی هستش که شما به همون پرزنت یا رئیس جمهور یا هر چی دوست دارین بگین میتونین کار بدین که فعلا کار پرزنت ما نشستنه و خوردن و اینا. آره که مثلا هارت هت در قسمتی مثلا شما ساختمون داری میسازی اون میره مدیریت میکنه یا خودش هم دست کار میشه و قسمت دیگه که باید وسیله شو داشته باشی برای انجامش. این قسمت هم تموم شد رفت. قسمت بعدی در اون پایین اگه نگاه بندازین یک قسمت برگی هست بین همون باز قسمت پایین. اگر اون بزنین قوانین و یا هر چی که دوست دارین رو ببینید تصویب کنید که اینم قراره تو این پارت به شما توضیح بده که باز خود همین 5 تا قسمت داره که قسمت اول که مردمی، قسمت های بعدی هم مثل ارتش، مثل سلامت، مثل کارخونه ها، قوانین کارخونه ها و غیره که پوینت های مثبت و منفی داره برای شما. آره که مثلا یکی از اینا رو مثلا مثل این که اگه تصویب کنین یک چیز خوبی برای شما میاره، اما خب مثلا بعضیاشون نیاز به یک چیزهایی دارند که مثلا اونا که خط قرمز خورده روش یعنی نیاز به یه چیزهایی دارن که ما نداریم که باید اونها رو بسازیم. دیگه مثلا قسمت های دیگه شون و اینا که حتما باید اینا رو شما بسازیم و اینا رو قسمت بعدیش هم بهتون نشون میدم. ولی اگه بعضیاشون نفهمیدین تو کامنت ها بگین، من هم خوبیاشو میگم هم بدیاشو میگم. یه کمک خواستین تو کامنت ها باز هم بگین، یا اینکه آقا برین تو گوگل یه سرچ کوچیک بزنین و راحت بیاره بالا. ولی این قسمت خیلی مهمیه، شما باید این قسمت خیلی مانور داشته باشین و اگرم دیدین که مثلا شما میتونین روابطتون رو با این مثلا الاینس بشین با کشور رو که باز تو همین قسمت، ولی باید مثلا وسیله های داشته باشین که فعلا فکر کنم ما نداریم و این باید مثلا این ایستگاه هواپیمایی لازم داریم همون ایرپورت و این که من میتونم مثلا ترید مشین انجام بدی با اونا. الاینس هم که روابط باید با اون فرق خیلی بالا باشه و اینکه روابط هم میتونی با چیزایی که میخوان کشورها ازت ببری بالا بیاری پایین. سعی کنین روابطتون با کشورها خیلی خوب باشه چون تاثیرات آره دیگه کلان هم دو کشوره و
آره مثلا با یکی روابطتو خیلی خوب کنی شب اون فرد دیگه بیاد پایین، چون چیزایی که میخوام مخالفم با هم. خب میرسیم قسمت بعدی، دوتا آخر که یکیش خالی کردن، من ترجمه فارسیش رو میگم، یه جورایی هوای اکسیژن سمی رو خارج میکنی، یا یعنی یه حرکتی میزنی روش که بهت پول میده، 10,000 تا پول میده برای موقع خوبی که ورشکسته کشورت، اما خوب مریضی وارد کشورت میشه و امکان داره که اتفاقاتی بد بیفته و ریسپکتت بیاد. قسمت دوم هم که برای مثلا بیماری هستش که شما اگر اینو بسازی، این ساختمون رو بسازی، باعث این میشه که هلت کشورت بیاد بالا. و قسمت بعد قسمت کارخونه ها هستش، قوانین که برای کارخونه ها میتونی بذاری که مثلا یکیش تکس و ورداری ازشون، یا اینکه بیلدینگ پرمیت کنی که تاثیرات امکان داره خوبی بذاره رو کشور، اما خب هزینه خیلی زیادی داره، ولی خب تولیدتو به احتمال بالا میبره بالاتر. آره دیگه بهتون گفتم که پس سعی کن چیزایی که زب در خورده، چیزایی که میخوان حتما بسازیم. که قسمت بعدی هم ارتش هستش که قسمت نظامی شماست، قسمتی که خیلی مهمه، باید حتما پیشرفتش بدین، که شامل میتراو و حالا بیشترشون زب در خورده. پس سعی کنید چیزایی بسازید، مثلا سیکرت پلیس یکی از چیزهای خوبی که میتونید بسازین، که پلیس مخفیه که نیاز به پلیس استیشن داره و شما باید اون پلیس مخفی رو در یک جایی مستقر کنین که بعد هم میتونی مثلا مردم، مثلا کسایی که از اونجا رد میشن و به صورت مخفیانه آره دوستان قسمت آخر آنچنان مهم نیست، با چند تا سرچ ساده میتونین بهش دست بیابین. خب میگم سراغ قسمت بعدی در پایین اولین آیکون هستش که جز مهم ها هستش که ولی خب کلا اون پایینی ها کلا مهمه و اینکه ابجکتیواتش رو بهتون نشون میده و ریسپکت و کارایی که کردیم برای کشور تا الان و باجتتون و پولای خرج شده و یه چلنج هایی هم که خود بازی میده رو بهتون نشون میده، یا اخبارهایی که بهتون میاد از سمت کشور دیگه که مهمه، حتما باید بخونینشون زمانی که میخوایم و همینطور سالهای خدمتتون رو نشون میده. خب اینجا که دیگه چیزی نمی خب میرسیم به قسمت آخر که در این پارت قرار بهتون توضیح بدیم، قسمت بیلدینگ یا ساخت و سازتون، که قسمت اون آبی رنگی که اونور سمت چپ هستش که در اون شما میتونید ساخت و سازی انجام بدین، مثل خونه، لیبل های مختلف خونه یا فارم، که خود فارم الان بهتون نشوندم چیز مختلفی داره مثل کو و میوه بنانا و که باید در مکانهای کاشت خودش کاشته شه وگرنه بهتون محصول نمیده. این هم یه نکته بود که باید بهتون که دیدی که این قسمت مثلا هیچی نمیده بهتون، پس این قسمت نباید شما بکارین. و اینکه دوستان بازی کوچولو لگه به خاطر فکرم شارژ منه و این وسط یه نکته بگن که باید با شارژ زیاد بازی کردش. آره قسمت بعدی قسمت کارخونه ها هستش که نمیدونم چرا نیاز به برق نداره ولی عجیبه، مثل وپنز فکتوری یا فکتوری های خوب. دوستان قسمت بعدی که مهمترین قسمت هستش قسمت جاده کشی و غیره، که در این قسمت هم اون توربینای بادی شما میتونین بذارین و برقسازی، هم میتونین چی میگم پالایشگاه که حساب نشه ولی مکانهای برای برقسازی بذارین و غیره. که آره اگران سوال داشتین حتما در کامنت ها بگیم. خب دوستان کلا قسمت ساخت و ساز چیز زیادی داره. قسمت بعدی قسمت دینی و همینطور درس و اینها هستش
که در این قسمت گرید اسکول همون دبستان، دبیرستان یا های اسکول، کالج همون دانشگاه و مکانهایی برای چی میگن دین وجود داره که اگه شما دینتون رو ببرین بالا، روابطتون با حزب فکشن دینی میره بالا که تاثیرات مثبت یا منفی داره. قسمت بعدی دوستان قسمت هم چجوری بگم هم بانک هم دیپلماسی هم امرجیز آفیشه که این امرجیز آفیشیف به باعث این میشه که مثلا قانونایی بزنیم مثلا برای اومدن فرد وارد کشور شدن شما و قسمت آرمی شما برای بمب اتم و خود آرمی شما، قسمت پلیس استیشن و پرسون و اینها هستش که رو ساخت و سازشون میتونی مثلا اینا رو اگه بسازی میتونین کارهای تو همون بخش قوانین انجام. اینجا که برای توریستایه که شما برای اینکه بتونین توریست بیاد تو کشورتون و توریستوت یعنی همون چجوری بگم مکانهای مثلا آبی برای اومدن توریست یا هوایی مثل ایرپورت بسازید که بعضیش میتونیم مثلا هتل بسازیم که بعضی از هتل ها نیاز به برق داره که باید برق هم تولید کنید. آره خب دوستان این دوتا که ازش گذاشتم اینی که الان هستیم داخلش برای خوشحالی و ریسپکت خود مردم ماست، اون یکی برای بیشتر جذب شدن توریست و خوشحالی توریست و مکان تفریحی هستش. آره آنچنان چیز مهمی نبود گفتم رد کنم. قسمت آخر هم شامل ساخت مجسمه، ساخت پارک و مثلا مکانهایی که برای سرسبزی مثلا کاشتن درخت و ایناست که شهرتون رو خوشگل میکنید، بخش شهر نه کشورتون خوش. خب دوستان رسیدیم به آخر این پارت دیگه، حرفی نمیمونه. اگر حمایت بشه پارت دوش هم میذارم براتون ادامه آموزش، پس نگران نباشین. این کتاب تمام شد اما حکایت های آن هنوز باقی